همچنین صفحه کاسه خورده ضخیم‌تر هست. 13 تا پرده کروماتیک داره. همه پرده ها به فاصله نیم پرده یا نیم نوت پرده گذاری شده. منهای پرده 13 از بالا به پایین پرده 13 که یه پرده کامل و یا یه نوت کامل هست. غیر از این ما کمونچه رو داریم که این هم به واسطه موسیقی که ما داریم کاسه کمونچه‌مون نسبت به سایر کمونچه‌های دیگه کوچکتر هست، ضخیم‌تر هست و بیشتر از 3 تا سیم نداره. یعنی کمونچه ترکمن، موسیقی ترکمنی 3 سیمه هست. البته من بسیار حد میدم که در طول سالیان و یا قرن‌های متمادی ترکمن در گذشته‌های خیلی دور آلات موسیقی بیشتری رو داشته، ولی بنا به اقتضای زمان اکثر اونها از بین رفتن و به دست نسل کنونی نرسیده. که من یه موسیقی حالا یادم نیست چه مقامی بود من شنیدم خیلی به موسیقی سرخپوستان شباهت داشت. بله. این وجه تشابه رو شما چجوری می‌بینید؟ البته به لحاظ تاریخی و جامعه شناسی سرخپوستان رو تاریخ‌دانا گذشتهشون رو به ترکمن وصل میکنن. یعنی اینطور که سرخپوستان در گذشته خیلی دور ترکمن بودن، ولی اینا چطور سرخپوست نامیده شدن و از آمریکا سر در آوردن به این دلیل هستش که زمانی بوده اتفاق افتاده که تنگه برینگ شمالی یخ زده. در اون زمان از منطقه آسیایی که سرخپوستا یه فعلی و یا ترکمن‌های اون زمان زندگی می‌کردن از اون دریای یخ زده راه افتادن و از طریق آلاسکا وارد آمریکا شدن و متأسفانه بعدا این یخ ذوب شده و تبدیل به دریا شده، نتونستن برگردن و همونجا ساکن شدن و اونجا ماندگار ولی مردمان قاره آمریکا رو تشکیل دادن. به همین خاطر این مستندات به این دلیل هستش که الان سرخپوستا تو زبانشون هم مشترکات بین زبان ترکمنی و سرخپوستی پیدا میشه و همینطور در خیلی از آداب رسومشون و همون عروسی و یا سوگواری ها در مرگ و یا حتی نحوه جنگیدنشون یا حتی نحوه این مهارت در اسب‌سواریشون دلایل خیلی محکمی هستش که ثابت میکنه سرخپوستا در گذشته دو ترکمن بودن. ترکمن‌ها خب زمانی کوچ‌نشین بودن. بله بله. با گذشت زمان از این حالت کوچ‌نشینی ساکن شهرها و روستا شدن. آیا این تغییر در موسیقی ترکمنان تاثیر خاصی داشته؟ به نظر من تاثیر زیادی داشته، چون زندگی کوچ‌نشینی زندگی هست که کاملا طبیعت درش است و با طبیعت خیلی خیلی عجینه. های طبیعی در اون دوره که هنوز ترکمن ساکن نشده و کوچ‌نشین بوده کاملا به وضوح در موسیقیش منعکس شده و توسط موسیقی آزاد بودن رو در موسیقیش حس میشه در آهنگایی که مربوط به دوره‌های پیش از گذشته‌های دور هست. ولی از موقعی که ترکمن ساکن شده و شهری شده دیگه اون احساساتی که منجر به طبیعت بشه در مردمش کمتر شده و این احساسات در موسیقیش کمتر منعکس شده. به همین دلیل ما در گذشته در آهنگایی که سازنده‌هاشون نامعلوم بودن آهنگایی رو داریم که درش چهارنر رفتن اسب به گوش هر فردی، هر انسانی به این آهنگ تجسم میکنه که الان یه اسبی چهارنر داره به تاخت میره. ولی در آهنگایی که بعد از ساکن شدن و شهرنشین شدن ترکمن به وجود اومدن این ویژگی‌ها کمتر و کمتر شده.
موسیقی مقامی حالا جوایزی کسب میکنه. میخوام ببینم از نظر جایزه های نقدی هم چیزی دست نوازنده ها خواننده رو میگیره یا نه؟ میدونین چرا اینو میپرسم؟ برای که اکثر کسایی که موسیقی مقامی کار میکنن خیلی هاشون رو دیدم خیلی فقیرانه زندگی میکنن و حمایت نمیشن به هیچ وجه از هیچ طرفی. میخوام ببینم حالا یک نوازنده که میاد حالا توی اونجا برفرض یه نی نوازه یا کمونچه میزنه اونجا مقام نخست هم کسب میکنه حالا یا با گروه، از نظر مالی هم چیزی برشون داره؟ نه تقریبا میشه گفت نه، چون خب جوایزی که تا حالا داده شده بیشترین جایزه مثلا سال 71 یا 2 بود که به 5 نفر از کسایی که در موسیقی نواحی شرکت کرده و مقام اول رو کسب کرده بودن، به نفر اول که همون از هر منطقه یکی رو اول اعلام کردن، نفری 5 تا سکه بوده. 5 تا سکه چه مبلغی هست که برای اون نفری که این جایزه رو کسب کرده مقام بتونه به لحاظ مادی دستشو بگیره. همونطور که همه هنرمندان موسیقی نواحی طبق فرمایش جناب فقیرانه زندگی کردن و هنوز هم زندگی فقیرانی دارن و بسیار از اساتید موسیقی نواحیمون فقیرانه از دنیا رفتن، مثل خدا بیامرز حاج قربان سلیمانی. طبق فرمایش شما باز حمایت بیشتری بشن از همه جانب، مخصوصا از لحاظ مادی، چون هنرمند موسیقی غیر از این موسیقی کار دیگه رو نمیتونه انجام بده. اگه بتونه هم چون نوازندگی میکنه مانعی در سر خودش داره، چون کسی که نوازندگی میکنه دستاشو به کار دیگه نمیتونه بزنه، اگه بزنه از فرم نوازندگی میفته. حتی میتونم بگم اون شخصی که موسیقی کار میکنه حتی مثلا فرض بگیم یه روز نتونه دست به سازش بزنه، دستش اون فرم قبلی رو از دست میده. و به همین خاطر هم شده اگه ما بخوایم موسیقیمون رو از دست ندیم به لحاظ دولتی و کلی دارم از دولتی که از میکنم خواهی به دولت مردان خودمون هستش که اساتید موسیقی بیشتر درک بکنن، وضعیت اینا رو درک بکنن. اگه بخوایم ما حرفمون فقط شعار خالی نباشه و بخوایم موسیقیمون رو حفظ بکنیم و اینطوری یه سطحی باشه جلوی تهاجم فرنگی میخواد باشه، حتما این موسیقی نواحیمون رو ما بیشتر باز توجه بشه و اشخاصی هم که این کارو میکنن رو باز بهش توجه بیشتری بشه، هم از لحاظ مادی و هم معنوی. توسط این جشنواره ها اونطور نشون داده شده که مثلا دولت میخواد دست اساتید رو بگیره، دست هنرمندان موسیقی رو بگیره، ولی تا حالا دردی رو دوا نکرده.